سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم و با برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ شما را همراهی میکنم. نخست نگاه به سرخط چندی از گزارش‌های برنامه. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در سنت پتربورگ درباره تقویت تجارت و همکاری ها گفتند. سرنوشت مهاجران مطرح شد یا نه معلوم نیست. بازداشت 4 متهم برای کشتارهای کانی بادام ترسی ساکنان را از بین نبرده است. خویشاوندانشان میگویند به قاتل بودن 4 جوان باور ندارند. صالح جان نسبت شوهر من چی نشان داده است من نمیدونم، اما شوهرم به این کارها همراه نبود. در تاجیکستان مردم به تجلیل سال نو میلادی آماده میشوند. گروهی میگویند تجلیل نمیکنند و آمادگی هم نمیگیرند. هوا جاکی چخه در اسلامی میگن درست نیست، نمیگن گو بارم قنه میگیرم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره تجارت بین دو کشور، مکتب‌های روسی در تاجیکستان، امنیت در منطقه صحبت کردند. در این ملاقات که روز 24 دکبر در شهر سنت پتربورگ صورت گرفت، پوتین تاجیکستان را یکی از شریکان اساسی تجارتی کشورش نامیده و گفته است که بورسیه یا کواتا برای دانشجویان تاجیک را زیاد می‌کند. به نوشته رسانه‌های دولتی روسیه، پوتین گفته است که مسکو برای دانشجویان تاجیکستانی سالانه 2000 کواتا برای تحصیل جدا می‌کند و این شماره را بیشتر خواهد کرد. مکتب‌های روسی در تاجیکستان و فرستادن آموزگاران از روسیه یکی از موضوعهای صحبت پوتین و رحمان در نزد خبرنگاران بود. پرزیدنت روسیه گفت که فعلا 72 آموزگار از روسیه در تاجیکستان کار میکنند و سال آینده شماره آنها را به 82 کس میرسانند. امام علی رحمان گفت بجز از مکتب‌هایی که روسیه ساخته است، در 4500 مکتب در تاجیکستان زبان روسی را تعلیم می‌دهند. قبلا یوری اوشاکوف یاور پرزیدنت روسیه گفت که موضوع مهاجرت حتما در دیدار پوتین و رحمان بررسی خواهد شد، اما در بیانیه‌های هر دو طرف هیچ اشاره به احوال مهاجران تاجیک در روسیه نیست که امسال همه روزه از اذیت و آزار آنها گزارش می‌رسد. گفتگوی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین امروز در چارچوب نشست رهبران کشورهای مشترک المنافع ادامه می‌کند، ولی ایلهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در نشست حضور ندارد چون به سبب سقوط هواپیمای آذری به شهر باکو برگشت. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز که روز 25 دکبر از باکو به شهر گرازنی می‌رفت با 62 مسافر و 5 سرنشین در جنوب قزاقستان سقوط کرد. لحظه سقوط را خبرگزاری رویترز نشر کرده است. بنابر گزارش‌ها کمش 28 مسافر از جمله شهروندان روسیه، آذربایجان و قرقیزستان زنده ماندند و به شفاخانه برده شدند. کسی از شهروندان تاجیکستان در هواپیما نبوده است. شرکت آذربایجان ایرلاینز خبر داد که هواپیمای امبرایر 190 هنگام پرواز مجبور شد در 3 کیلومتری شهر اقتاو فرود آید. سبب سقوط هواپیما هنوز معلوم نیست. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در شهر کانی بادام محل قتل مدهیش چند خانواده ساکنان هنوز هم از ترس شب زنده‌داری می‌کنند. هفته گذشته مقامات گفتند که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در این جنایت‌ها دستگیر کردند، اما خویشاوندان گمانبران و فرزان محمدی همکار ما در ولایت سوخت گفتند باور ندارند که این 4 نفر قادر به آدمکشی باشند. این پیرزن 75 ساله نو بسته از سردی هوا بیشتر از 5 روز باز در نزد دروازه حولیش می نشیند تا به هر رهگذر و پرسنده درباره نبیره‌اش صالح جان خدای بیردیو خصلت نامه دهد. آنها تقریبا 70 سال باز در دهه گلباغ جماعت فیروزآبای شهر کانی بادام زندگی می کنند و از شهر قزان جمهوری تاتارستان آمده‌اند. پدر صالح جان 26 ساله چند سال پیش بر اثر صدمه نقلیات فوتیده است و همراه مادرش در خانه بیبیش گلیه بانو احمدولی نمیزیسته است. روزی سبت این نوار مادرش در خانه نبود و بیبیش درباره کسب و کار نبیره‌اش چنین نقل کرد. کمتر به باکس مشغول شده، بعد به گروه داربوسیان همراه شد. باره به دهمان داربوسیان آمدند و از بس که نبیره من به قوت بود او را به گروهشان همراه کردند. او از آن کارش پول زیاد به دست نمی آورد و به خوردن و پوشیدنش نمی رسید.
بعد به شهر رفته کار میکرد. یک بار به روسیه هم رفته اومد. حالا بیشتر با کار صحرا مشغول میشد. به گفته این پیرزن، صالح جان خدایبردی را شب پنجشنبه 19 دکبر گروهی از کارمندان حفظ حقوق از این خانه گرفته بردند. او و 3 ساکن دیگر شهر کانیبادام رسما به کشتارهای پیهمی همین منطقه عیبدار هستند. Kızım yığılıyordu, ben yığladım. دخترم گریه کرد، من گریه کردم و نبیرم ترسید اون شب. 3 نفر در نزد آینه با خوده های دراز ایستاده صالح جان برو، صالح جان برو گفته فریاد زدند. 5 یا 10 دقیقه از خانه نبرآمد. همه امان داد گفته در نزد در ایستادیم. من گفتم آینه رو نشکنید. بعد در رو شکسته در اومدند و نبیرم رو گرفته رفتند. Kirib alıp gitti, niberamni mashinaga o'tkazib olib ketdi. گلیه‌بانو میگوید 3 روز حولی آنها را کارمندان مقامات آمده تفتیش کردند ولی چیز مربوط به حادثه ها را نیافتند. او گفت که در شرایط سخت و سنگین زندگی میکنند و بار هم نبیرش پول زیاد یا طلا و جواهرات نآورده است. احد جان تختایفی 27 ساله نیز ساکن همین دهه است و همراه مادرش زندگانی میکرده است. روزی سبت نوار دروازه حولیشان قفل زده بود و نظر پیوندان آنها عاید بازداشت شدنش معلوم نیست. همدهگانش در صحبت حضوری گفتند که او همچون کارآموز در نزد یک قصاب محلی کار میکرد و از این حساب روز میگذراند. پیوندان منوچهر عادلف 28 ساله از جماعت رجب همراهبایف شهر کانیبادام آماده نشدند در نزد دوربین گپ زنند، ولی در صحبت حضوری گفتند که او همراه مادرش به سودای کوچگی مشغول بود. طبق اطلاع دریافتی هر 3 این بازداشت شده ها در گذشته با جرم بداخلاقی بازداشت و زندانی شدند و با همدیگر شناس بودند. در همین حال همسر بختیار روشنوف 36 ساله میگوید که شوهرش با آنها رابطه کاری و همکاری نداشت. همه گپ‌هایی که درباره روشنوف بختیار گفته ایستادند نادرست است. صالح جان نسبت شوهر من چی نشان داده است من نمیدونم، اما شوهرم به این کارها همراه نبود. من با باوری 100% میگویم. بعد این حادثه ها بار هر دویمون برای چوروارانی به صحرا رفتیم و دیدیم که در یک طرف کاغذ ها هست. من با او گفتم اگر همه این کاغذ ها پول باشد شما چی کار میکردید؟ وی گفت من آنها را گرفته به یتیم خانه میدادم. مگر آدمی که همین خیلی دل و نیت دارد آیا از دستش چنین کارها می آید؟ بختیار روشنوف پسرخاله صالح جان خدایبردیف بوده است. به گفته پیوندانش کسب بختیار کفشرگری بوده، پیشتر در مهاجرت کاری کشور روسیه هم قرار داشته است، اما چند سال آخر در ساختمان‌های محلی کار می‌کرده است. بختیار روشنوف همراه همسر و فرزندان و پدر و مادرش در دهه سنجیزار همین شهر زندگی می‌کنند. در حالی که معلوم نیست مقامات مخصوصاً به کدام کشتارها این فرد را عیبدار می‌دانند، بعد کشتار 2 عائله در این دهه اول تابستان امسال او را نیز 5 روز بازداشت و سپس رها کردند. دیگر پیوندانش نیز به بیگناهی او اصرار می‌ورزند و میگویند در شب حادثه‌های اخیر کشتارهای پرسر و صدا نیز با هم در یک حولی بودند. وای بچه ناز بود. من اینجا هم یک جا کلان شدگی ما. من این پایین بالا خانه ما. این کار نمی‌کند. من 100% باوریم های. بازداشت 4 گمانبر نو در حالی است که ماه نوامبر امسال دادگاه عالی مرد ستارف 43 ساله را به کشتار عائله احمدوفا و ابراهیموفا در دهه سنجیدزار عیبدار دانست و به حبس ابد محکوم کرد. مادر مرد ستارف میگوید او 1 سال اخیر به حیث پاسبان در مکتب دهه کار میکرد و یگانه نانآور خانه بود. این پیرزن 75 ساله میگوید که شب 28 و 29 می پسرش همراهش بود و به هیچ کجا نرفته است. عیبدار نه، همه مکتب کار کرده، چای دادگی، آقا آموزش دنده، کشته دادگی، شوشتگی، خانم می بیاد و اینجا سرانده میدانچه میوسوه می بیاد اینجا رفتگی هم نه، دیدگی هم نه، برامدگی هم نه خانه. مرد ستارف صاحب همسر و 2 فرزند بوده است. پدرش 12 سال پیش وفات کرده است. خواهر و برادرانش در قرقیزستان عمر به سر میبرند و شهروندی آن کشور را داشتند. دادستانی کل تاجیکستان روز 21 دکبر خبر داد که جنایت‌های وابسته به کشتارهای کانیبادام گشوده شد و در این زمینه 4 گمانبر دستگیر شده است.
این بازداشت و زندانی شدن برخی از گمانبران در حالی است که هنوز هم ساکنان شهر کانیبادام آرامی مطلق را احساس نمی کنند. شبها گلخن می افروزند، در کوچه ها نوبتداری می کنند و خانه و در و عائلهشان را از هر گونه حادثه های مدهش محافظت می نمایند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کانیبادام. بیننده ارجمند، گزارش مفصل و با جزئیات از این هم بیشتر به زودی در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و وبسایت azadi.org نشر می شود. در تاجیکستان که تجلیل سال نو میلادی از زمان شوروی سابق به یک سنت تبدیل یافته است، هر سال مرکزهای شهر و ناحیه ها را آراسته و پیراسته می کنند و فروش هدیه در مغازه ها هم اوج می گیرد. امسال هم عین حال را در دوشنبه مرکزی کشور و هم دیگر شهرهای خرد و بزرگ می بینید. اما گروهی هم هستند که می گویند از تجلیل سال نو دست کشیدند. چرا؟ برات یوسفی گزارش می دهد. арчаҳои ороста, бобои барфӣ, дуконҳои муҷаллоб бо чароғакҳо ва роҳгузарони тӯҳфа ба даст симои чанд рӯзи пеш аз таҷлили соли нави мелодӣ дар душанбе пойтахти тоҷикистон аст. симое ки аз солҳои гузашта тақрибан фарқ надорад, вале сокиноне ҳастанд ки барои онҳо фарорасии соли нави мелодӣ мисли гузаштаҳо иди хотирмон аст. خیلی که پیش جشن می‌گیرن هم که جشن می‌گیریم خاطر گذرکو و یا خانواده خاطر هر کسی جشن می‌گیره با فکر من باید نیست که بهترینه یا праздника. آنهایی که سال نو میلادی را همچون عید تجلیل می‌کنند میگویند که آن را هم در کارگاه و هم در دایره خانواده با آراستن دسترخوان عیدانه جشن می‌گیرند. اکو جشن سال نو خیلی سال نو میلادی هم در گرد همه ما کارکنان فرهنگ جمع می‌گیریم. از بابای موسیقی قطعی حافظی و گردی ارچه بعد شامدگویی میکنیم و در خونه خیلی که در همه شهر جشن میگیرن یا کهکوی همه چی میشینونیم نبیره و نواسه ها قطعی در گردی همونو گردی یالکه از بعد که موزیکانت هستم موزیکا میزنم و نبیره و بچه ها حافظی میکنن و گردی ارچه و همه خرسندی و خشحالی استقبالش میگیریم. خونه جشن سال نوی جشن ایداری ما که استر کلان شدیم در دوره استر یا جشن سال نوی میگیریم که همه بین اویلا یا آش میکنیم یک دسترخوان میمونیم یا تورت میاریم همه جمعیت خانواده جمع میشیم و سال نو مبارک میگیم. یکی از فرهنگ‌های تجلیل سال نو میلادی تقدیم تحفه‌ها و یکدیگر است که در میان ساکنان تاجیکستان نیز حفظ شده است. Накрываем стол, сидим все вместе, празднуем. маъмулан дастархон меороем, якҷоя нишаста ҷашн мегирем, баъзан бо ҳам ба тамошо мебароем. албатта бетӯҳфа намешавад. Да, дарим подарки. در این میان آنهایی نیز هستند که نسبت به تجلیل سال نو میلادی نظری دیگر دارند. پیش جشن میگیرم واسه کنه میکنه دیگه ما نه جشن نمیگیرم آخه وجه دیگه پیش بود دیگه ما وجه با عقلش میفهمم دیگه دیگه جشن ما نمیگیرن دیگه هوا جاکی چه خیلی در اسلامی میگن درست نیست میگن گو برام قنه میگیرن. جشن گرفتن عید سال نو میلادی در جامعه تاجیکستان همیشه موضوع بحث است. جانبداران آن را یک جشن برای آغاز سالشماری میلادی و یک بهانه برای خرسندی میدانند. اما مخالفانش میگویند آن یک عید مذهبی و برای مسلمانان بیگانه است. در گذشته موردهای آتش زدن ارچه سال نو و کشتار یک بابای برفی نیز ثبت شده است. و در تاجیکستان از اول سال 2025 حجم جریمه، باج و دیگر پرداخت‌های حتمی اندکی زیادتر می شود و مثلا اگر قاعده حرکت را در راه رعایت نکردید کمترین جریمه که می پردازید 75 سومانی خواهد بود. سال 2024 یک نشان دهنده برای حساب‌ها 72 سومانی و یا سال 2023 68 سومانی بود. و پایان اخبار آزادی رسیدیم. سپاس که ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های از این هم بیشتر را در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. اگر شما هم خبری دارید با ما بنویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر می شود. شب و روز شما خوش.